بیا که توی چند دقیقه بهت یاد بدم چطوری کاور ابوالفضل ایکس مستر رو برای ویدیوهای گیمینگ خودت طراحی بکنی و بزنی. ساخت این کاور خیلی آسونه و میتونم بگم به شدت ادیتورش، حالا نمیدونم که ادیتور جناب ایکس مستر عزیز، ولی کاورهای خیلی ساده ای براش میزنه و میتونه بهتر از این طرح بکنه مثل بقیه گیمرها. ولی من دقیق نمیدونم که چرا چند وقته، فکر کنم خیلی وقته که این کاورها و تامنیلاش روی همین یک سبک مونده. حالا ما میخوایم بریم همین تامنیل رو برای شما طراحی بکنیم. فایل ها و ابزارهاش رو هم داخل چنل روبیکا براتون قرار دادم، لینکش هم داخل توضیحات ویدیو. ما نیاز به فیلتر شکن داریم و برنامه پیکسارت. برنامه پیکسارت رو از سایت فارسروید دانلود کنید، نسخه پرروش رو، و حالا واردش میشیم. اگه فیلتر شکنتون درست کار بکنه این عکس ها باید اینجا بیاد بالا. حالا روی به علاوه وسط میزنیم و بلنک رو انتخاب میکنیم تا اول یه دونه پس زمینه شفاف اضافه بشه. از بخش تولز کراپ رو میزنیم و میذاریم روی 16:9 که مناسب یوتیوب و آپارات بشه. از بخش اد فوتو یه سری عکسایی که دارم رو اضافه میکنم تا بهتون بگم باید چه کار بکنیم. خب کاور مورد نظر ما این کاور هسته که برای این کاور یه دونه بک‌گراند اضافه شده، 2 عدد سوژه که حالا خودشون هستن و 3 تا اسکین ماینکرافت که اگه شانس داشته باشین داخل استیکرهای برنامه پیکسارت این اسکین ماینکرافت پیدا بشه. اگه نشه باید داخل اینترنت رو اینجا بگردید و پیدا بکنید که اونم بهتون میگم چی کار کنید. حالا اینجا می نویسم ببینم میاره یا نه. ببینم اینجا ما چی داریم. یه سری اسکین ها هسته، حالا میتونیم باشون طراحی رو انجام بدیم. برای مثال اسکین هایی که به درد این کارمون میخوره میتونه این باشه، این یکی باشه و یه دونه دیگه هم نیاز داریم. مثلا من اینو انتخاب میکنم. خب ما 3 تا اسکین الان داریم، بر اساس زاویهشون هر کدوم رو یه جا قرار میدیم. الان این میتونه اینجا باشه، این میتونه وسط باشه، این یکی هم میتونه اینجا باشه. الان ما میریم یه دونه بک‌گراند اضافه میکنیم و سوژه ها رو روش قرار میدیم. خب الان من اینو اول پاکش میکنم از اینجا. خب یه دونه بک‌گراند اضافه میکنیم که حالا بک‌گراند شما میتونه ماینکرافتی باشه یا نباشه و بک‌گراند های رنگی و چیزای دیگه باشه که حالا من میگردم ببینم دارم به درد این کار بخوره یا نه. یه بک‌گراند مشکی داخل همین مایه ها حالا باید داشته باشید اگه میخواید خیلی شبیه بشه، ولی از نظر من شبیه نشه خیلی بهتره. من میگردم ببینم مشکی دارم یا نه. مشکی هم دارم ولی به درد این کار نمیخوره. مشکی الان مثلا توی این رنگی ها اگه مشکی بود خیلی خوب بود. الان مثلا مشکی هسته ولی مشکی ساده. همشون ساده هستن. الان مثلا این خوبه، همین که شبیهش هسته رو براتون قرار میدم. اینه که حالت یه مشکی ابریه و به کارمون هم میخوره. حالا از بخش لایه ها این 3 تا اسکین رو میاریم داخل جای مناسب. خب من یه دور اون کاورش رو اضافه میکنم که ببینم
هر کدوم از این اسکین ها کجا باشن بهتره. اول این اسکین ها رو میارم دوباره لایه بالایی. ببین دوستان این یه کار با حوصله است، زمان زیادی میبره بخوای خودشو فیکس کامل طراحی بکنی. اگه علاقه داری خوشت میاد ببین، ولی اگه وقتت گرفته میشه و الکی اومدی ببینی به کارت نمیاد و همش الکیه. اگه به کارت میاد دوست داری واقعا مثلش بسازی تا آخر این ویدیو با من باش. یه کار با حوصله است، زمان میبره. اگه دوست داری بسازی تا آخر این ویدیو با من همراه باش. توی این پلیلیست قراره بهترین کاورها رو از گیمرها براتون طراحی بکنیم. خب حالا اینو میارم رو برشش میدم، چون حالا میخوایم سوژه ها رو از داخلش برداریم. ریموو بیجی رو میزنیم، ریموو بک‌گراند، صبر میکنیم بک‌گراندش حذف بشه. اگه خوب عمل بکنه که حالا خوب کار کرد، این متنش رو باید پاک بکنم. متن رو من پاکش میکنم. اینو ما کلا پاک میکنیم. حالا با این گزینه یکم کار رو بهتر میکنیم. اینجا ما متن رو میاریم. حالا شما سوژه‌تون دیگه سالمه میتونید بذارید. من دیگه چون میخواستم از همین سوژه استفاده بکنم اینو ریموو بک‌گراند کردم. خب حالا وسط کادرمون قرارش میدیم. خب حالا چهره اون اسکین ها رو فیکس میکنیم. من حالا جوری دارم اینا رو تنظیم میکنم که چهره اسکین ها معلوم باشه. حالا اینم باید یکم بزرگتر بکنیم و الان میریم سراغ متنش که همون بخش اصلی کار هسته. می نویسیم مثلا بذارم چی نوشته بود، چون ایده ای ندارم با همون متن بسازیمش. تصویر روستا. خب می نویسم الان و برای فونتش هم فونت فارسی جدید هسته. داخل کانال روبیکا گذاشتم، لینکش داخل توضیحاته، میتونید بیاید اونجا و دانلود بکنید که حالا من بگردم پیداش بکنم. بله فونتش این هسته. اینجا من اضافه میکنم به پیکسارت که حالا بذاریم روی متنمون. بله فونتش این هسته. رنگش رو هم بهتون یاد میدم چجوری کاستوم کنید. حالا میریم سراغ اد فوتو، روی بک‌گراند بزنید و از اینجا مشکی رو بزنید و اضافه بکنید. خب حالا همین جایی که از سوژه ها پاک شد رو با همین بخش مشکی که کادر متنمون هسته رو پر میکنیم.
این کار رو که انجام دادیم میریم سراغ کاسه متنش. تامبنیل ایکس مستر که حالا خودش 100% نیسته، همیشه از رنگ های نارنجی و قرمز استفاده میکنه که حالا من میخوام همین رنگ رو براتون بزنم. خب اول حالا اینو میکنم یک کلمه تسخیر. اول روی این کار میکنیم. بخش کالر گرادیانت رو میزنیم، یه قرمز یا نارنجی اضافه میکنیم به یه طرفش، یه نارنجی شبیه به همین هم اضافه میکنیم بهش. خب اینو ما الان ساختیم. میریم روی متن بعدی، روستا. خب حالا اینجا دوباره فونت رو اضافه میکنیم. بخش کالر گرادیانت اینجا از قرمز استفاده کرده بود، قرمز رو میزنیم و با یه رو به نارنجی به این صورت. خب حالا من یه دور کارو ببینم. ببینید به متناش حاشیه اضافه کرده و از اون کادر بیرون زده. ما هم الان میخوایم همین کار رو انجام بدیم. میایم اول به متن همون حاشیه یا همون استروک مشکی اضافه میکنیم و سر جای مناسب قرارشون میدیم. روی همین هم این کار رو انجام میدیم. این میشه از نتیجه کارمون. حالا اگه بخوایم یه کار با کیفیت تر و بهتر در بیاریم، باید از بخش تولز روی AI Enhance بزنیم تا افزایش کیفیت بخوره با هوش مصنوعی. در ضمن اینجا باید فیلتر شکرتون روشن باشه. حالا یه چند لحظه صبر میکنیم تا کار انجام بشه و کیفیت بالاتری رو بگیریم. خب قبل و بعدش رو دارید مشاهده میکنید. این قبلشه، این بعدش. میبینید چشمام چقدر واضح کردی الان روی این اسکین یا روی چهره خود شخص چقدر بهتر شد و یک کار با کیفیت بگیرید. حالا کافیه یه دونه خروجی هم از کارتون بگیرید و به همین راحتی استفاده کنید. فایل های این آموزش داخل کانال روبیکا قرار داره. لینک کانال روبیکا داخل توضیحات ویدیو قرار داره. بیاید اونجا، چند تا بک‌گراند رو براتون گذاشتم. با فونت مخصوص راحت بتونید یه همچین کاوری رو برای خودتون بسازید.